خب سلام عرض میکنم خدمت تمام علاقمندان هنر موسیقی و همچنین مخصوصا پیج چینل مستر میوزیک. تشکر میکنم از همتون به خاطر کومنت ها و نظریاتتون. باز هم براتون میگم که اگر کسی میخواد تایم شخصی بگیره هم من در خدمتشان هستم و همچنین اگر سوال داشته باشن درباره درس هایی که میندازیم و یا نظریات دارن میتونن با واتساپ نمبر روی ویدیو با ما به تماس شون. امیدوار هستم که درس های گذشته را خوب تمرین کرده باشین. در درس گذشته انواع گام ها را خوندیم. امروز میریم شناخت نوعیت گام ها را میبینیم که گام ها از کجا فهمیده میشه که مینور است، ماژور است و یا چند نوع مینور داشتیم، 3 نوع، که از کدام نوع مینور است یا از کدام نوع پنتاتونیک است. همه شنال شما را از روی فرمول یاد میدم. شناخت نوعیت گام ها از روی فرمول پرده ها و نیم پرده ها. اینی پرده گفته میشه از اینجا، یعنی از 2 تا 1 پرده گفته میشه، ولی از 2 تا 2 دیگه است نیم پرده. سعی کنین 1 بازم 1، اما اینجا چون سیاهی نداره این نیم حساب میشه، یعنی از می تا فا نیم هست. یکی اینی نیم پرده هست، از فا تا فا دی است، از سل تا سل دی است، از لا تا لا دی است، یا نیم است. اما از این سیا تا این سیا 1 تون هست، از این سیا تا این سیا 1 تون هست، از این سیا تا این، وقتی که نیم سعی کنید نیم و نیم 1 میشه. امیدوار هستم که فهمیده باشین. یعنی این هم نیم پرده است، این فاصله از فاصله پرده سفید تا سیام نیم پرده است، اما 2 نیم پرده ای در داخل گام دو ماژور هست که چون سیا نداره بینشان خودشون نیم پرده هستند، می تا فا و سی تا دو. خب چرا این براتون بگیم. و یکی هست که فاصله بین 2 نیم پرده را هولتون میگن، یعنی که نوت فاصله که بین 2 نیم پرده باشه، یعنی اینی 2 نیم پرده است، نیمی است نیمی 1 هست، نیمی است نیمی 1 هست. اما فاصله بین 2 کلید ایره 7 استپ میگن. فاصله بین 2 کلید یکی ای است، هولد است، ایره با دبلیو نشان میدیم، یعنی دبلیو که بود هولتون است، یعنی 1 تون مکمل. اما 7 استپ داریم، یعنی فاصله بین ازی و ازی ای 7 استپ گفته میشه که ایره با کلمه H نشان میدیم، یعنی 1 تون با کلمه W و نیم تون با کلمه H. ساختار گام ماژور از چی فهمیده میشه؟ که فاصله های بین نوت های 3 و 4 و 7 و 8 باید نیم پرده باشه. 3 و 4 7 و 8 نیم پرده باشه. سعی کنین تقسیمات میکنیم. خود پایه 2 اول تا 2 1 پرده شد، 2 تا 3 باز 1 پرده شد. گفتیم 3 و 4 باید نیم تون باشه. یعنی سعی کنین 3 و 4 خودش سیاهی نداره و این نیم پرده است. 4 تا 5 پوره، 5 تا 6 پوره، 6 تا 7 پوره. گفتیم که 7 و 8 باید نیم پرده باشه. سعی کنین اینجا دیگه پرده سیاه وجود نداره. 7 تا 8 نیم پرده. فرمول گام ماژور شناختش دهی است که فاصله بین 3 و 4 7 و 8 باید نیم پرده باشه. حالا ما کلش از 2 کار کردیم، میریم از ری کار میکنیم یا از نوت دیگه کار میکنیم با همین فرمول که ماژور شه بدست بریم. میریم ری ماژور رو کار میکنیم. گفتیم 3 و 4 7 و 8 ری می. این حالا اگری رو بگیریم سعی کنین 2 و 3 میشه نیم پرده میشه. مجبور هستیم که ما 1 تون پوره کنیم. از اول تا 2 1 پرده، از 2 تا 3 1 پرده، از 3 تا 4 باید نیم پرده باشه. 4 تا 5 1 پرده، از 5 تا 6 1 پرده، از 6 تا 7 باید 1 پرده شوه و 7 و 8 نیم پرده باشه. دیدین؟ سعی کنین. این فرمول گام ماژور شد. فاصله بین 3 و 4 7 و 8 باید نیم پرده باشه. اگر نیم پرده نبود شما باید دوره با کم کردن و زیاد کردن اینا چی کنید؟ تنظیم کنید که همون مقدار پوره کنه. میایم سر گام های مینور. گام های مینور طبیعی که گفتیم به چند نوع هستن.
گام های مینور هارمونیک است، مینور کروماتیک است. دیگه میایم سر گام مینور تعبیر کار میکنیم. باز بعدن فاصله های پنتاتونیک و دیگه نوعیتاش انشالله در درس بعدی کار میکنیم. قانون فرمول گام مینور از کجاست که بشناسیم؟ فاصله بین نوت دوم و سوم، پنجم و ششم باید نیم تون باشه. چندم؟ دوم و سوم، پنجم و ششم باید نیم تون باشه. میریم از دو شروع میکنیم. گفتیم دوم و سوم، اول دوم و سوم گفتیم باید نیم تون باشه. نیم تون، چهارم، پنجم، ششم نیم تون. فرمولش چی شد؟ دوم و سوم، پنجم و ششم. اینال شما با استفاده از هم کار کنین، همون روش است. 1 2 3 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1 3 2 1. از این فرمول استفاده کنین، گام های مینور و ماژور کار کنین. البته با ریتم 4 بر 4 کار کنین، بسیار خوب است، هر دو است. دیگه امیدوار هستم که درس ها براتون فهم بوده باشه. باز هم اگر سوال داشتین ما در خدمتتون هستم، منتظر پیشنهادات و نظریات شما. به خاطر هرچی بهتر شدن برنامه ما و شما منتظر انتقادات و پیشنهاداتتون هستم. دیگه باز هم تشکر که ما را حمایت میکنین. اوقات خوش و خرم داشته باشین.